بازم ساعت رسوده با وقت پرگ است و بازم من شالگو خوجه به سراغ شما آمدم تا اینکه اشمازیان رو با سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا کنم. اما قبلا بار دیگر شما عزیزان رو با عید قربان تبریک میگم و امیدوارم که صحت و سلامت باشید و هر کجایی که باشید خانه‌تان پوری گنج باشد. و البته چون از عید قربان گفتیم، البته نخست از تجلیل این جشن مهم در تاجیکستان خواهیم گفت که امروز مردم سر دسترخوان عیدانه جمع آمدند. دسترخوانی که قبل از رسیدن عید مقامات گفتند نباید پردبدبه باشد. این عید اولین بعد قرار کمیته دین است که گفت برای اسراف شهروندان 5000 سومانی جریمه میشوند. همکاران ما در استانه و روزی جشن با دسترخوان عیدانه بانوان تاجیک آشنا شدند و همراه با شما خواهیم دید که تا کجا هشدار مقامات در کم شدن نقل و نوا در روی این دسترخوان ها تاثیر کرده است. چون یکی از رکنهای عید قربان دعا کردن در سر گوری پیوندان و نزدیکان است، پدر و مادر هویدای 5 ساله هم امروز خود را با زیارت آرامگاه دختر غورامرگشان شروع کردند. قرار است امروز پدر هویدا به مسکو سفر کرده در مرافعه دادگاهی الکساندر سیامین اشتراک کند تا ببیند که قاتل دخترش چقدر جزا میگیرد. اگر شما در خاطر داشته باشید، ماه قبل هویدا تیلازاده 5 ساله را در سر پخو اول تجاوز و بعداً به قتل رساندند. این حادثه مدت در سرخط رسانه‌های تاجیکستان و روسیه قرار داشت و فرد متهم در این جنایت الکساندر سیامین 27 ساله تا 22 سپتامبر در حبس پیشکی نگاه داشته می شود. و البته در برنامه امروز بازم رجوع خواهیم کرد به این قضیه. طالبان پیشنهاد آتش‌بس 3 ماهه را رد نمودند. دعوت مذکور از جانب اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 19 آگوست داد و از جمله گفت که جامعه جهانی و افغانها از آتش‌بس گذشته در جریان عید سعید فطر با گرمی استقبال کردند و به همین خاطر بار دیگر آتش‌بس می‌کنند. ولی طالبان این دفعه پیشنهاد را نپذیرفتند و سببش را هم گفتند. تفصیلات را در برنامه برایتان قصه خواهیم کرد. جنگ باریش در ختلان. روحانیان در این ولایت که سالهای اخیر است و دستور تا ریش و کفش خود را بازنگری کردند، با مردهای دیگر مشورت میدهند که از ریش‌های دراز دست کشند. از جمله امام خطیبان در ملاقات‌ها و در موعظه‌های خود از مردم دعوت میکنند که از یک قبضه بیشتر ریش نگذارند. اگر میخواهید تفصیلات بیشتر رو بدانید، پس 3 ساعت بعد در برنامه خبری ما رو تماشا کنید. روز 20 آگوست اتحادیه اروپایی فوتبال روی خط نهایی بهترین فوتبالباز اروپا در سال روان را اعلام کرد. جایزه بهترین فوتبالباز اروپا 9 روز بعد در موناکو برگزار خواهد شد. سال گذشته این عنوان را رونالدو صاحب شده بود. اما اگر میخواهید بدانید که 3 نامزد اساسی که محض از میان آنها بهترین انتخاب خواهد گشت که هایند، پس در برنامه خبری ما رو همراهی نماید. البته هنوز روز نو شروع شده است و خبرهای بیشتر از این هم در پیش است. همکاران ما در منطقه‌های مختلف تاجیکستان نوبسته از روز استراحت بودند، دنبال خبر و گزارش‌های تازه می‌گردند و فکر می‌کنم تا شروع برنامه این موضوع نیز تکمیل خواهند شد و ما شما را در جریان خواهیم گذاشت. و آنهایی که در رابطه با تقدیر کرامت شریپوف میخواستند از ما بفهمند، باید بگم که همکاران ما با کرامت شریپوف تماس گرفتند و ظاهرا هنوز در قضیه او هیچ پیشروی به نظر نمی رسد و خود کرامت شریپوف هم گفته است که بارها با مقامات روسیه و تاجیکستان تا امروز هم ملاقات کرده است در این باره، اما تقدیر او هنوز ناروشن باقی مانده است و او تا هنوز با زن و فرزندانش در روسیه است و نمیتواند به مسکو برگردد. البته تفصیلات رو شما میتوانید به احتمال زیاد در سامانه ما www.azadi.org بخونید و گزارش‌های بیشتر از این رو همچنین ما در آزادی ویدیو کانال مخصوصی رادیو آزادی نیز در یوتیوب میگذاریم که فکر میکنم دیدن آنها برای شما بیننده عزیز جالب خواهد بود.